برای گنده است. دست خودت برید. سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. آقا توی این ویدیو قراره یه ولاگ چالشی داشته باشیم که همدیگه رو میکاپ کنیم. از اونجایی که توی سوشال مدیا پر شده از میکاپ آرتیست خفن و هر کی اومده توی بیوز زده میکاپ آرتیست، ما از اونجایی که سرداشته راجع به این رشته نداریم، اومدیم با هر چیزی که میدونیم و هر وسیله‌ای که داریم همدیگه رو میکاپ کنیم تا ببینیم میکاپ کدوممون حرفه‌ای‌تره. برو که بریم. با ما باشید. خب اول از هم کدوم آرایش کنیم؟ من چون میدونم این چالش باختم و قراره وسیله‌ای که انتخاب میکنیم چشم بسته باشه. یعنی محسا چشاشو ببندی، سایه یا رژ لبشو انتخاب کنه و بزنیم ببینیم چی عذاب در میاد، ببینیم کدوممون خلاق ترین تو میکاپ کردن. میخوای موهام ببندم بالا یا راحتی؟ اوکی. خب بریم. تا من اینا رو این پشت چیز میکنم، اول بدر میکنم، باید انتخاب کنی. چشاتم ببند ببینی چه باش. بستی؟ خب کدوم وسطی، چپ راست؟ راست. نشون بده. راست. این ماوس وسطی. چند تا مداد داریم؟ خب ما عدد میذاریم که ببینیم کدومش انتخاب. 1 2 3 4 5 تا مداده خط لب. خب الان انتخاب کنم. وایسا بگو چند 5 به نیاز بیشتر. از چپ یا از راست؟ از راست. یعنی این وریه. آره از راست. این کدومش چپ یا راست؟ چپ. چی بود؟ سومی اینه. رنگی الان میاد سبز آبی میماله برامون. مشکی و سپیده؟ آره سمت راست. چیه؟ مشکی. ایوان چه شانسی داره، خیلی شانس داره. کدومش چپ یا راست؟ اسکین نمیدونم چی اسمش رو میشه. کرم فوت داری؟ ستاپ تاپ دارم. اون جایی که خیلی چرب میشه رو بزنیم. یه بار من اصلا بدم معلومه ثابت شد. موجی میاد ماوس موش و موش. قسمت گردم فراموش نشه بچه همین رو تا بدید و پایین برید. اینقدر میزنی تا یه دست بشه. خود به عطر مشهدی رو داره. اوکی هم قشنگ صداش لیف کنم به سمت بالا. اینجا میاد و اینجوری این میاد اینجا. این رو بلد نیستم اینجا یاد میگیرم. اینجا این میره اینجا قراره که لیف بشه تو که دماغش یه سر بالا باشه. اینجا و اینجا و وقتی که کانسیلری بدن دست پا در میاد. بخواد کلا من کانسیلر تپ میزنیم به سمت بالا. دقت کنید بالا، نمیخوایم افتاده باشه. توی حدقه چششم میزنیم. آی چشم واقعا درد گرفت. اینجا رو به سمت بالا لیف میکنیم. اینجا رو میزنیم. چجوری انتخاب؟ چشاتو ببندی، دستتو روی یه چیزی بذار. اوکی. بعد دو رنگ نمیزنی؟ چرا؟ دو رنگ انتخاب کنم. نبینی ها چشاتو در میارم ها. نه بچه ها دارن نگاه میکنن. نمیدونم این کجاست. خیلی رفتی بی پایین. بیا پایین. اینجا. آره این آبی. یا حسن اون یکی رنگش آبی بنفش. دوتاشم پر رنگه.
من انتخاب نکنم اصلا. لحظات عباس واو چه پیگمنتی داره لباسا. یه ذره میزنی ها چه خوبه سایش بکن بالا. آقا وایسا من میخوام واسه تمیزی یکم چسب بزنم. آقا این چسب استفاده میکنم واسه اینکه بتونم تمیز در بیارم. سایه رو از وسط میزنیم. اینجا رو اشتباه زدم که باید پاک کنم. جلوش میخوام سفید بزنم. اشتباه زدم. بیا دو رنگ متفاوت. وای من چه زدی؟ بجای بنفش صورتی زدم. زد من نمیشه میشه؟ زدم ببینم. نه اوکی. دماغشم چیز شده بود. یه خود کانسیلر میزنیم اون جایی که بد شده. مثلا خودم تو تصویر نیستم که جدیدی از میکاپ وارد شدیم. به سبک جدیدی از میکاپ. ببین خب واسه اینکه ردش بره یه کوچولو اینجوری میزنیم نمیره. توپ میزنیم. سفید میزنیم اینجا یا اول تکون نخوره. حالا اینو هم میتونم مثل این در بیارم من. یا اصلا باز یا ببینی چجوری میشیدم اینجوری بود. بالا باز کن. یا اول بالا بول بخور بچه. بله جای زهرام خالی نیستش. من گفتم بالش جاش میذارم. اینه بازار اینو داده بود. اینم زهرام. این زهرام بوس میفرسته بهتون. گفتم بودم بالش جاش میذارم. نه اومد. شرمه هم آرمه میدی کمایی مزا گرفتنش هست. روشونه نباشی کانتورمون. خب حتی استخون رو باید بگیریم بچه. این استخون باشه میاد این زیرش. خب زینب فکر کنم هرچی هست از من داره خالی میکنه الان. ما هم داره میکشیم. به این صورت رفت برگشت به سمت بالا. خواهرم توجه فرمودید؟ توجه می نمایید یا نه؟ اوکی میریم سراغ روشگونه. برنده آبیشه تبلیغ کرده غیر مستقیم. نمیبینید بچه اینجا تیپ کشیده باشه. همینجوری بلش میکنیم. بلندش میکنیم. خیلی روشونه خوبی بچه. اینو من دارم چند وقت راحت بلند میشه. لک کم نمیدازه. یه برند گیاهیه. زن من بزنم یه بیشتر بلندش باید بودم. باید خودشو سرخشو نشون بده دیگه. قشنگ خوشگل. چه مریضم. داشت لب سازی کنیم. دست بهترین براش بچه ها. یعنی با دستاتون بهترین میکاپ رو میتونی انجام بدید. برکی خداتون هم پول براش ندید. رنگ قهوه‌ای توی ابروشو پر میکنیم. تا پر از بحث کافی هیچ نشون نمیده. این دماغ من چجوری کام دماغ 10 بار شکسته. خب دماغ میدیم بالا. اینجا یه خط میفته. اینو علامت میزنیم و اینو
پرای بینی اینجوری کوچیک بشه. اینجا رو برو نه پایین محوش میکن. تو که دماغ و شاین میزنی استخونو خدایی سایششو ببین. حالا معلوم نیست قشنگش خدایی. بچه من میکاپ هم پاک نکردم. الان لباس زینب. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. عقده‌هاشو میخواد خالی کنه. وسطی سومی نه چی گفتم؟ اولی دومی وسطی چپی راستی بهم بگو اولی دومی سومی چهارمی. دومی از سمت خودت؟ آره اینور دومی. جدی امیدوارم برش نارنجی بیفته. نه امیدوارم. کدوم گفتی؟ اینوریه. خب داشته بابا یه دونه عوض میکنی؟ جرزن آقا جرزن اینقدر سنزه نه از اول بخو من جا دستم بده بایستا از اول بگو عوض میکنی؟ نه بچه ها شاهدن ها باز صدا داشت میداد اگه عوض کرد بگیم. خب اینم از این. بعد میریم برای خط چه بچه چالش های دیگه هم اگه به ذهنتون اومد حتما بگین تو کامنت ها واسهتون انجام چش. آره اصلا مشمی 1 2 3 این روژه از این ور دومی. این برم ببینم میاد اولش تازه نوه. او بچه به خاطر شما هم باکسش کرده. بزنین لایکو بر شما هزینه کرده. دیدی؟ خب از برند لتراسته چند ساله دارم استفاده میکنم. عالی. پس یه جور پسی که بزو در بیارم. من میترسم بود دماغش ضربه بزنم بشکنه. ولی اونجوری نیست. محصا رو چه رنگ میکنیم؟ آقا پایه موی محصا رو بزنی؟ نه بابا غلط نیست. بچه روی شرط نمانیم 20 ساله نزدم. خیلی خوب میشه بزنیم یه تپ و بود قشنگ. تپ با موشی حاضرم رنگ کنم ولی نمیزنم. ولی قطع خنده زیاد بیاد سیبیل کشید قشنگ واسه چی؟ من بهت گفتم که من بلد نیستم که همینجا پربزرگی که بعد بچه ها این قسمتش رو یه دونه بزنیم. متقلب رو ببینی؟ نه اینو همیشه خودم انجام میدم. اینجا رو حتی تقلب کنم اعتراف کنم. حالا پیشونی بچه اینجا رو ستاره میکشی؟ این سگا بودن چیز گیش نیست کامل هاسکی نگردمونن. یه اینجا میکشیم یه دارم اینجا میکشیم. چه غلط ها. آره اما قدرت باید بزنیم. خب آروم بزن اصلا فایده نداره. آره تو خورده پوست نمید دوباره با پرسینگ دارم به مشکل میخورم خانم دارم. زینب عروسی دعوته. بعد الان ما یه زمین ساز هم داریم برای آماده سازی مراحل عروسی. تو چشم؟ آره میتونم حتما واسهتون یه ولاگ عروسی میخوام بگیرم. عروسیش خیلی باحاله با لباسای محلیه توی روستا. حتما واسهتون بتونم یه شورت ویدیو یا حتی شد لاین واسهتون میگیرم ببینید خیلی باحاله. اگه حمایت کنین. آره اعصاب نداره. انقدر حمایتاتون ضعیفه اعصاب بچه خراب شد. دیگه فکر می‌کنم بنجود نشدن رو بزرگی خودتون ببخشید. بر سایه بگیم تو بیا بذار هر جور که میخوای. نه خیلی رفتی. خب ببینم رنگ نود شد. نود گذاشت بعدی اینجا گذاشته میگه به تو چه. من اصلا میگیرم جلو ببینی بیا جلوتر اونجا نه دستتو عزیزم اینجا این وسط زاید وسطی جفتش هم شاین انتخاب کرد بچه. خب بعد از اینجایی که من ناخون دارم نمیتونم با انگوش بزنم ولی چرا اینو با این انگوش نمیتونم باز تو فقط من نگاه وای خدا شکنده بودی بالا نگاه نکنم
آره من سورپرایز شدی از حجم زیبایی این سایه. چه معلومه از زدن چجور داری میزنی. چه که میکاپ آرتیست هم بیان راجع به این چیز بعدا استعدادشو داره بیام تو این کار یا نه. اگه آره لایک، اگه نه دیسلایک بچه برامون بذارید. ریدی وایسن چی؟ تموم نشده برام یه دست آبی کرده بالای وایسا چیکار داری میکنی؟ آینه ببینم. خدایی سایه که من حسین زدم بچه همرنگ موهاشه نگاه کنی. یه دست همینجوری زده رفته. قشنگ داره عمل پاک میکنه. میکاپ من دنی حتی که الان میتونه بره مهمونی. کام تو بری تولد 60 بود یا مثلا کل سایه رو یه دست میزدن اونجوری زده. یه ابرو پیوندی هم بزن واسه هم فکر خوبی بچه نظرتون. من بچه خطیجش خاص برد بکشم اینو برای خودم اینجوری خطاب کشیده نه بچه زر میزنه خودش. میخوام از اینجا بکشم براش بیارم اینجا. آره گل پروانه بگیرد باشه. یه قوزی بهش برم بکنم من گم بزنم خطیجش از الان دارم گردم سایه رو یه ذره بارم بودی اینجوریه. محصوی چیه؟ وای هرچی رم میشه چیزش کردی کن داری؟ محصو خیلی دختر با استعدادی من نمیدونم تو چه من استعدادم تو موضوعات دیگه است من تو خطه چشم من خطه داشت غیر سرش ده 80 اینه ده 60 داره شد. وای آبری هرش 80 رو بردی با بابا این خوشگه بس مگرنه 80 اینجا خطه چشم زینب فقط ایشون زهره هستم. ریدی قشنگ. بذاری من رو بکشم قرینه اون بار که اصلا در نمیاد مطمئنم ولی شاید قشنگ در شد. استعدادمو دارم رو ذهنم شکوفا میکنم دارم بچه این که قشنگ در شد نه؟ الان اینو چجوری میخوایی با هم یکی کنی؟ خب اون رو پاک میکنیم دیگه. چیز نداری؟ پوش پاک کن نداری؟ وارش پاک کن. نه خیلی ندارم. با چی پاک میکنی؟ با دستمال کاغذی آبدن. با دستمال کاغذی؟ اینو خب بزن بده به من. خدا کلشو پاک کنم؟ سب بگیم برای من قشنگ‌تر شد یا محسا؟ ما من رأی بدیم ببینیم. بچه بگیم من خب بگیم من کلی برای میشه زینبو فوق سری باید آتش میزنی اگه من ایدی شمال بردمه اینی باج میگیره تکس گرفتم تازه کنم نگاه در نمیاد این کار این در نمیاد. این چیه خدایی؟ یه بار دیگه باید کن خرک کردی پاک بکنم همینی کرد بچه باید رأی بدم پس بذار یکم خوشگل ترش حالا که میخوای رأی بدی ببند این سرسره کشیدم میبینه اینو نمیتونه خوب در بیاره میخواد ببینه به این یکی میشه یه دقیقه بشی؟ گند زدم بده بچه سیاد یه جوش نباید ببندی نباید چیه؟ محسا این چیه؟ بابا یه دقیقه بایستا این سوگند توی کلیپ جدیدش بود اینجوری کشیده بخواستم اونجوری کنم نشد همه اینجوری میذاشتی میمون سنگین تر بود نه چیه؟ وای درست کن ادامه بده تو بزن
تو با من سر راه بردم انگار. خودم چشم بسته آرایشگاه من خوشگل تر دارم. بلودم زنمو برداشتم بردم برام. بله گرفتم توی کلیپ بام هست نگاه میتونید ببینید. چپ شد چشا. خب بریم خط چشاشو بکشیم بچه‌ها. همونجور معمولی این اونور میکشیم. خدایی این برای خوب میشه اونور نداره ریمل میزنیم اینجوریه ریمل میزنیم درست میشه. خب چشم کشیده تر میکنه دیگه. خب اصلا میشه چشم هم میکشه. الان میزنه کورم میکنه. وای اصلا خوب توپ میخوای بازم این دختر رو اینجا پاک کن. یعنی صدف بیوتی رو باید بیاریم پیش ایشون آموزش ببینه. چیه این؟ توپ میخوای خودتو بدم. 2000 years later. گفتم توی این چیزی که همه تو چی عزیزم استعداد داری بریم؟ باشه تو همه چی جز آرایش به خدا جدی تو مو آرایش اصلا استعداد ندارم. ولی خدا شاید بقیه چیزا غلط کردن اگه دستم بر نیاد. ولی حداقل خوبیش اینه که اگه تر میزنم جمع میکنم. آره اصلا جمع کردش اینه. میگم جمع کردش اینه دیگه ترش ببین. باشه خیلی خوب شد دیگه. بهش بگین دیگه. بهش بگین قدر بدونه. این وریه. این شرقه اون شغل. حالا قصت خطشش به بقیهش. بله. همین که تونستم کرم بدنم خیلی. کرم. فقط تو آرایششون مشکل داره. تو هیچ چی دیگه مشکل. بله یه لحظه از دستتون دادیم. خانم فقط تو آرایش کردن استعداد نداره. دست و پا چلفتی بودن خداست. روی زدن خودشون. یه بار میرم گفتم روژ لبت مشکل داره. بچه خیلی مشکل مالیت خشن پایین وای کورم کردی. وایسا اینجا مالیدم. بله مشاهده میفهمم. اینه پای عنکبوت شده. وای خدا. بله بعدی باشه دعوای بعد هر قلم ها ویدیو دادن. من شاید آرایشگر خوبی نباشم. من نکات کلیدی خوبی دارم. روشگونه من لب دارم دی نباید اینجا رو بزنی. خواهید نباشه. کجا رو میزن؟ این زمانه قدیم خود این دهه 60 آرایش میکنه. یعنی فقط اینجا رو میزنن نه اینجا. من ببین کانتور و روشنات یکی کردم. بله میخواستی خوب انتخاب کنی. من چی؟ میتونی خوب بزنی. کسی که لب داره رو اینجاش نمیزنن. یه دقیقه. آره ماسمانش کن. نه خودت هم این زدی. خودش هم از این زدت. من واسه روژگونت زدم. به منم دارم واسه روژگونت میزدم. دیگه با براش زدی دیگه. زیاد خب میزی بایی آفتاب سوخته شدی این کار. چی بودی؟ مثلا بگه انجام میدم به خود خالیشو دارم روی میمونه فقط. داره بابا اینجوری کردی؟ خط کجا میامده؟ برای خط اینجا میامده. من دماغم اصلا نیاز نداره. خب نمی کنیم فقط دورشو میزنیم. ببینی انقدر آرامش داره کارم خوابش میبره. اینو نگی چی بگی؟ نگاه کن اینم از من یاد گرفت. نه اینو بلد بودم زد میدم. خب
بعد با چی بدادش می‌کردی یادم رفت بود؟ دیگه مون خیلی گنده است. با چی می‌کردی تو؟ ما بگی؟ خدا وای بچه نمیدونین چقدر خوشگل شده به خدا. نگاه کن بچه دارم میبینم. نگاه کن یه چیزی واقعا بهتون نشون بده. این ریملی که مالیده اینجا. کو خب پاک میکنم. خب پاک میکنه. من باید بگم دوشواری نداری. من همین میکاپتو به طور کلی ندادم. آره. آخرشو میبینیم. بچه ولی خدایی خدا وکیلی انصافا کانتور بینیش خیلی خفنه. نگاه کن ناموسن نگاه کن کانتور بینیش خدایی قشنگ نشد. برای بار اول که داشتم کانتور کردم خیلی قشنگ شد. برید مالش رو پاک میکنه. دماغ خودم همین شکله. من خوشگل نداشتم پرنگ نداشتم اما بیشتر معلومه. خط لبت کدوم بود؟ یه خط لبم نمیدونم بگه شد. بچه خودشو نگاه کنیم. نگاه لبت کوچیک بود خواستم بزرگ کنم. لب خودش هم کوچیکه میخوام بزرگ کنم. داشتم میخنده کار من خراب کنم. این عقص این کارا رو میکنه. خوب بود واسه من روژ لب گفتم همون اول بده. روژ لبم گفتم روژ لب بده خجالتی. برو بابا. اونم خط چش و سایه. خیلی خوشگل شد. اینا. خدای بیه بچه‌ها رأی بدیم. ماما کارت دیگه این. بله. بیایی نزدیک‌تر. چشاتو ببین. ببینید واسه کدوممون قشنگ‌تر تمیز سر خدایی. خدایی ببین چیش کشیدم چقدر تمیزه واسه اینو نگاه. حد چششو. من گفتم شما این شهر روزونه داده اینجا منافذ. خدایی ببین مهسا چقدر خوب شده. واسه میخواد. آقا رای بدین من یا مهسا زینب یا مهسا. بچه من میگم ویدیو بعدی زینب آتیش میزنم. من موهاشو ببین از ته میزنم این موها رو از ته میزنم. نه بچه نه رای بدین حتما تو کامنت لایک ساب یادتون نره تا یه چالش دیگه خدافظ بهتون. بچه ولاگ بعد احتمالا آشپزی باشه لایک کنین که ما انگیزه بگیریم برای مهسا رو کباب کنیم از اینها سوپ درست کنیم.